سلام دوستان، حالتون چطور؟ من پارسا هستم. اومدیم با نمایی از اکانت قدیمم. لطفا چنل رو سابسکرایب کنیم و اون زنگوله هم بزنید که هر وقت ویدیو جدیدی از من آپلود شد سریع ازش مطلع بشیم. بریم واسه یه اکانت. خب بریم اول کیفا. بچه انقدر کیف دارم نمیدونم از کجا آوردم این همه کیفو. هرچی میزنم تموم نمیشه لامصب. خب کیفا بالاخره تموم شد. بریم واسه گوست بتل پس، شیلا جان، مارا، پارک. ببخشید اینو دانلود نکرده بودم. پارک بتل پس و پارک دیلی، هم جوایز روزانه. الکس، میلسیم، ادلر، دیوید مسون، میس، چارلی، هیداروکای، اوترایدر. 4 تا دارم. ریپر، بتری 6 تا فکر کنم یا 5 تا دارم. راین، اون راین اولیه واسه رنک سیزن سریز 4 بود. البته فکر کنم سریز 5 یا 4 نبود. اسپکتور، نومن، زیرو. ای بابا رفت بیرون. خب بریم. زیرو بودیم دیگه. زیرو جفتش واسه بتل پسه، واسه فکرم دیلیه، گردون نه دیلیه، باکس دیلی، ماموریت بود جفتش. اینا هم یکیش فکر کنم دیلی بود، یکیش ماموریت، نه یکیش واچ بود. اشتباه گفتم ببخشید. خب اسپشیالوپس چقدر من اسپشیالوپس داشتم نمیدونستم. میرس 5 اسپشیالوپس، اسکوات 2. حالا بریم سراغ گان. بریم سراغ گانا و نایف و اینا. خب چرا من گان اپیک داشتم نمیدونستم. سه تا روز، 2 تا چیکام، 2 تا پیدی. چرا من گان اپیک داشتم نمیدونستم. 2 تا کیوفیناین، 2 تا فنچ، 2 تا کیوکسار، پیپی 19، 2 تا کیارم، 2 تا اچو، 2 تا جی 36. نم چقدر نایف و تبر دارم. بچه این انقدر زیاده گفتم سری برم، خیلی زیاده. ببینید خودتون، ببین چقدر زیاده. خب رستیم به کلت و نایف خب بریم نایف کلت. چند نایف داشتم نمیدونستم. نگو بازم ادامه داره. برو تو رو خدا. تموم شد بالاخره. بریم سراغ دنس. این بیلبیلک دستش کو؟ دست هم که میگیره دستش کنم باک خورده دنسه. سکمبادی دنس بیش، به قول یکی از دوستان دنس مرغی. دنس صندلی.
snowball fight. دنس هم توی نخوانتم. خب این دنسه دانس اسموک، دانس شمشیر و همون یه بادی. خب اسپری چقدر زیاد دارم. اوف تموم نمیشه. خب بریم تو خواب دور خوابی ها با کار. خب برو تو خوابی ها دورقابی ها. چقدر من دورقابی دارم یا علی. کارت تمومی نداره این. برو دیگه. آها تموم شد. الان بریم به نظرتون سراغ چی؟ بله بالو، اینا بالو چتر. خب بچه اینا رو دانلود نکردم، خیلی ازتون عذرخواهی میکنم. اینا هم دانلود نکردم، خیلی معذرت میخوام. ماشین هم فکر کنم خیلی دارم، زیاد ولی خیلی نی. اینو فکر کنم بیشتر همه ماشین دارم. نه اندازه همون بود به نظرم. پیام ندیم. بریم موتور. چرا پیام میدین؟ اینم هلیکوپتر قایق یا همون چی اسمش، همون قایق به نظرم بهتره. میخواستم هم جت اسکی بیارم، جت اسکی اصلا اینجوری نی. هم قایق موتوری، هم تانک، اسنوبورد و چیزم نداره دیگه. خب بچه مرسی این ویدیو نگاه کردین، خود نگهدار.